د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیه قمندانۍ اړوند د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د هغو لسو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د صدف لاین په نوم د یوه شبکې له لارې له خلکو څخه د آنلاین کاروبار او لوړو ګټو په نوم پیسې راټولولې. دلپور بودن گفته که کار رسمیه دیگه کاملا قانونیه و خاطر همزی من آمدم دیگه. د ډیرو خلکو څخه پیسې اخیستې وې، د چا څخه 80,000 افغانی، د چا څخه 1,80,000، د چا څخه 1.5 لک افغانی. اما فکر ما در چیزایی کار نمیکرد که به اصطلاح او را ببری از نهایت تو بگیری یا مثلا تو در نام خود باید جواز داشته باشی. دیگه این پولم که من خودم یک 80,000 داده بودم، در مقابل از برای من یک کار داده بود. ما از طریق بچه همیم که اینجا کار میکردک، نه؟ کار میکرد، بعد از اون من آمدم کار دیدم، بعد از اون شروع کردم. مثلا تا خوب مطمئن نشدم که د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیه قمندانۍ اړوند د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د هغو لسو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د صدف لاین په نوم د یوه شبکې له لارې له خلکو څخه د آنلاین کاروبار او لوړو ګټو په نوم پیسې راټولولې. د چارواکو په وینا دغو کسانو په داسې یو شرکت کې فعالیت کاوه چې قانوني جواز یې د بل کس په نوم ثبت شوی و. تورن کسان به د جواز لرونکي ته پیسې ورکولې او د هماغه شرکت په نوم به ځان ته کارتونه جوړول څو د خلکو باور خپل او په بیلابیلو پلمو ترې پیسې ترلاسه کړي. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست ټینګار کوي چې دا ډول فعالیتونه به افغانستان کې قانوني بنسټ نه لري او موخه یوازې د خلکو تیریستل او د هغوی د پیسو ترلاسه کول دي. اونجا ششته بودیم، خب قاری صاحب آمد مسئله را گفت چی رقم است اینجا، چی میکنین چی نمیکنین، چی گپ است چی گپ نیست. این بچه‌ها اولا که از خیلی بچه‌ها که وقتی سوال کرده بود یا گفته بود ما درس میخوانیم. باز مرا که صدا کرد جدا جدا از ما بازخواست میکرد، دو اتاقای جدا برده بود، هر کس هم تو جدا میبرد و جدا می آورد. صحیح؟ از ما پرسان کرد گفت چی میکنید؟ خب ما اول گفتم درس میخوانیم. قاری صاحب گفت که دروغ نگو برای ما. گفتم قاری صاحب ما کار میکنیم. گفت کار چیز؟ گفتم آنلاین هست. باز همون جوازم گفت خب جواز داری چی رقم است نیست؟ دیگه گفتیم جواز داریم. جواز داریم. خب جوازم طلب کردم برایش، در نام صدف لاین بود. جواز برایش نشان دادم. دیگه ورقایی که برای ما نشان داده شده بود مثلا از امارات خود اسلامی چیزایی بود که کلا در پشتو نوشته کردگی بود، خیلی چیزا بود، ورق زیاد بود. خب صدف لاین کسا خب یک کار اینترنتی است، مثل همین چی میمونه آنلاین شاپ کسا. خود دیدین دیگه امروز مردم ها در اینترنت خیلی چیزا رو خرید و فروش میکنه، میخره میاره پشت خانهش میرسونه، درست است یا نه؟ خب ما از طریق نمازی پول را که ما 40,000 را که داده بودم برای من ای کارت ساخته بود. ای کارت خوشایت بفهمین دیگه. نمیفهم مثلا ارز دیجیتال اینا خو مثل تیتر اینا خو ممنوع است داخل افغانستان، ولی ما گفتیم این کارت گفت ممنوع نیست. نمیفهم که ممنوع است یا نیست داخل افغانستان. خب این کارت برای ما می آورد، ما از طریق اون اینترنت چیکار میکردیم؟ محصولا رو خرید میزدیم، می آورد از طریق دیجیتال فیدکس اینجا میرسید، ما به فروش میرسوندیم. کسایی که تقاضامندش بود میخرید اون برش میرسوندیم. صحیح؟ این کارا میکردیم. و از این موضوعی که مثلا صدف لاین داخل افغانستان مثلا رسمی نبود، غیر قانونی بود، ما اطلاعی نداشتیم. چون سندش که برای ما نشان داد جوازه. دیگه یک چند تا ورق دیگر نشان دادن از اینکه مثلا از خود امارات اسلامی بود. جواز برای ما نداده. جوازی رقم بوده. خب قاری صاحب خب مثلا داخل دفتری که ما کار میکردیم خب جواز داشت. جواز که داشت ما گفتیم خب بهتره این جوازش است. صحیح؟ گفتیم این کار میکنیم دیگه. ما قاری صاحب 8 سال خودم درس خواندیم. در کل عمر 8 سال فقط در مکتب درس خواندیم. خواندن همون سواد خواندن نوشتنش هم صحیح نداشتیم. دیگه ما هیچ فلک همون فکر ما در چیزایی کار نمیکرد که به اصطلاح او را ببری از نهایت تو بگیری یا مثلا تو در نام خود باید جواز داشته باشی. خب ما گفتیم دکان ورز دیگه، دکانم یک دونه جواز میگیره اونجا 10 نفر کار میکنه اونجا دیگه. من قبلا که بود دمی کارهای برنایی بودم دیگه. کارهای برنایی روز در روز رو در کاهش هستن دیگه. روز در روز کارایش کم میشه دیگه. از طرف یک دوستای خود دعوت دمیزی کار شدم، رفتم کار دیدم، واقعا پرسان کردم که آیا جواز دارن نداره، قانونی هستن نیستن داخل افغانستان. دیگه جوازش برای ما نشان داده بود، از خود امارات اسلامی جواز داشته بودن، از وزارت صنعت و تجارت دیگه جواز از دوره جمهوریت هم داشتن. جوازش را دیدیم
دیگه گفتن بیا اینجا یک محصول بیخر در قبال از تو که محصول به فروش رساندی برات کمیشن میدم. دیگه وی پولم که ما خودم یک 80,000 داده بودم، در مقابل از برای من یک کارت داده بود. این کارت شما میفهمین این پول الکترونیکی هست. دیگه از طریق اون موضوع ما اینا محصول خریداری میکردیم. محصول هم از طریق دیچیل و فیدکس به دست ما میرسید. بعد به کسایی که میخواست بعد به اونا نشان میدادیم. کسایی که اگر علاقه‌مندش بود اونم رو میگرفت، نبود نه. دیگه ما خودم رفتیم کار دیدیم، سعی کردیم، واقعا قانونی بود که شروع کردیم. دیگه ما اوقات درس زیاد نخوندیم، درس خواندیم. دیگه اون موقع که جوازایش دیدیم قانونی بود، واقعا دیگه آمدیم کار شروع کردیم. یو بل تورن وایي د آنلاین کاروبار په نوم یو کس ته په بېلابېلو پړاوونو کې پیسې ورکړې وې. د هغه په وینا ورته ویل شوي وه چې پانګونه وکړي او وروسته به د ګټې یوه برخه هم ترلاسه کړي. من یک هفته اشته بود تازه آماده بودم، اما پیسه را که من دادم مجوز دیدم. من 50,000 دادم در من یک کارت جر کرد. یک کارت جر کردم جواز دیدم، نوشته پشتو بود دیگه. ما قصوات ندارم که اون بخونم و نمیر دیدم، گفتم برو اینمی سیست دیگه. وقت ما دیلم شده کار کردم دیگه. پول دونمو آقای رضایی که میگه دونمو دادم و در ما یک کارت جر کرد. باز گفته تو که وقتی که میخوای کار کنی یعنی پیسه ده دست بیاری، باید مسئول بفرش برسانی. یعنی می فکر که وسایل خانه بود تصفیه کنه و تصفیه کن. کس که لازم داشت ما رو میگفت ما بیار، ما وقت دستش میرساندیم دیگه. ما تو ولی یک هفته بود آماده بودم دیگه بفرش نرسانده بودم. وقتا ما بیکار بودم دیگه، همیشه به دوستا زنگ میزدم و گفتم میگم کاری باری پیدا کنیم و مصروف بشم دیگه. چون وقتایی که اونا بیکار بودم ما برایشان کارهای قبلا خیاطی میکردم و ما برایشان کارهای خیاطی روبرو میکردم. بعد اونا گفتن که ما یک کار دفتری دیگه چی کار میکنیم در نام صدافلاینه. اگر دلت نموشه که بیای خودت کار ببین سعی کن، اگر خوشت آمد بیا کار کن، اگر خوشت نماده مشکل نداره. بعد دمی هفته اول که آمدم امی کارش سعی کردم. بعد یک ذره کارش دیدم، البته خیلی کم جنجالی معلوم میشد. بعد از یک چند روزی یک مدتی سعی کردم، بعد از مطمئن نبودم چون که زیاد مطمئن نشدم دیگه. از یک چند تا دوستای دیگه زیاد پرسان کردم، اونا گفت ما خو خبر نداریم. بعد یک چند روزی که رفتم همی صدافلاین گوگل بود، چت جی پی تی بود، زدم گفت که درست مداره که جواز کار داره، همون نمبر جواز است داخلش نشان داد دیگه. به خاطر همزی که قانونی بود دیگه. البته اونجا رفتم چندین دفعه سوال کردم، گفتم شما که اینجا کار مونین آیا کار نداره برای شما از طرف دولت؟ گفت نه، وقتی که ما اینجا کار مون دولت دیگه برای ما چی کار داره دیگه. به خاطر اونا که دلپور بودن گفته که کار رسمیه دیگه، کاملا قانونیه. به خاطر همزی من آمدم دیگه. ما خودم شخصا 1 لک دادم که برای ما چی جور کنه، این کارت جور کنه که بتونم محصول بخرم و هر کسی که خواست برایشون بفروشم دیگه. د نیول شوو کسانو له ډلې یو بل تن وایي د ټلیفون له لارې ورسره اړیکه ونیول شوه او د کار عواید ژمنه ورته وشوه. نوموړی زیاتوي چې وروسته یې د کاروبار په نوم پیسې ورکړې، خو نه پوهېده چې دا فعالیت په افغانستان کې غیر قانوني دی. خب ما تقریبا 15 روزی نام میشه که اینجا کار شروع کردیم. قبلا که بود دایکندی بودم. بعد از او برای ما زنگ زد بچه امیم، نه زنگ زد که چیکار مونی نمونی و ما خودم که هست درس خواندیم و 2 سال میشه که هم بیکار بودم. بعد زنگ زد گفت که چطور کردی وظیفه یافتی یا نه یافتی؟ ما گفتم نه والله وظیفه گیر نمیاد دیگه، هر طرفی که بری دیگه بالاخره یک مشکلاتای خود داره نه. بعد از او گفتم تو چی کار میکنی نمیکنی؟ گفت من در یک شرکت خصوصی کار میکنم. گفتم چطور از چه رقمی هست شرکت شما؟ گفت که آنلاین است. آنلاین. گفتم چی هست نامش؟ گفت به نام چی صدافلاین هست. خب بعد از این گفت که اگر میخوای بیا کار کن رای ما. بعد آمدم اینجا کابل که آمدم رفتم داخل دفتر که رفتم کار که دیدم جواز و دیگه سرتیفیکیت و اینا که از آقای رضایی بودن، نه اونا رو من دیدم.
خوب سعی کردم گفتم خوب صحیح مشکل نداره. بعد از این گفت که آره اینا مثلا پول داشته باشی نه پول بیاری که اینجی مثلا جنس از اونجا بخری و اینجا به فروش برسانی. بعد از این ما یک لگو 13,000 روپیه داده بودم. یک لگو 13,000 روپیه داده بودم به روح الله رضایی که او همو پول ای کارت برای ما روان میکرد و خودم که هست تریپ سیور خریده بودم. اونمو تورهای مسافرتی مثلا در خارج از کشور که بری مثلا از بخش هتلش مثلا یکی از قومای تو بره دیگه اونجا بازو میتونی رایگان استفاده کنی از او بخش هتلای از او. آره روح الله رضایی را ما از قبل خود ندیده بودیم. آره ندیده بودیم که مثلا از کجا هستن نیستن. مثلا اونجا وقتی که ما آمدیم ما از طریق بچه امیم که اینجا کار میکردک نه کار میکرد. بعد از او من آمدم کار دیدم بعد از او شروع کردم. مثلا تا خوب مطمئن نشدم که هر کسی که باشه دیگه بالاخره در یک جایی که بری مثلا یک کاری را که برات پیشنهاد شونه حتما نگاه میکنی که مثلا همین چی رقمی است همین فایده داره نداره نه برای من میصرفه یا نمیصرفه. من 2 سال میشد قاری صاحب 2 سال میشد که مثلا من از دانشگاه فارغ شدم ولی کار به دستم نامد اصلا کار پیدا نتونستم. اینجا که آمده بودم من مثلا در گلخانه کار میکردم در گلخانه مثلا ماهی 6,000 7,000 در گلخانه کار میکردم زیر پلاستیک. بعد از اینکه نمی کار دادم که معرفی شد آمدم کار دیدم آیندهش هم نگاه کردم خوب گفتم حالا هیچ مشکلی نداره. ځینې نیول شوي کسان ادعا کوي چې د صدفلاین نوم یې مخکې نه و اورېدلی او اوس پوه شوي چې د بل چا د جواز په کارولو سره په غیر قانوني فعالیت کې ښکیل شوي وو. قبل از اینکه بود مثلا نه ما اصلا صدفلاین در نام نشنیده بودم. موقعی که آمدم داخل دفتر گفتم خب مثلا خب یک کار را که مثلا میکنین حتما یا قانونی یا غیر قانونی. بعد دیگه اونمو جواز نشان داد که این جواز امارت اسلامی است. مثلا جوازی هم بود که از دوران جمهوریت اهم است درسته و دیگه سرتیفیکیتی که خود آقای رضایی داره اهم است. کلگی اون مزگونا رو برای ما نشان داد گفت این اینا که هست اسنادش هست. خوب اوگی هست خودش کمیشن میگیره. او فرق میکنه مثلا اینا محصول که به فروش برسانی مثلا از او کمیشن میده. مثلا اگر ما محصول به فروش برسانیم دا اونا کمیشن میرسید. دوی همداراز وایي نه پوهېدل چې د صدفلاین په نوم دغه شبکه د خلکو په تېر ایستلو او فریبکارۍ توره نه ده. شخصا به خدا قسم خاص خودم که هستم خب ما اصلا خبر نداشتیم. درسته درس خواندیم ولی پشتون من مثلا زیاد نمیفهمم. مثلا وقتی که ما اسناد اینا رو که نگاه کردم کلا پشتو بود. درسته پشتو بود ولی ما پشتو زیاد سرم نمیشد بلد نبودم. اینا که هست خواستیم از امارت اسلامی اینمی هستن. خوب مو مثلا اگر میفهمیدیم مثلا میگه که انسان که جایز الخطا است درسته؟ میگه خطا کردن که یک امر انسانی است ولی یک کاری را که مثلا تو بینی خطا است باز انجام بدی یک امر حیوانی است. درسته قبول دارین یا ندارین؟ ولی ما اصلا از اون چیزایش خبر نداشتیم. بعد از اینکه مثلا اونمو اسناد که روان کرد او گفت مشکلی نداره ولی مثلا داخل حوزه که رفتیم اونجا برای ما گفت که نه مثلا این اسناد شما مشکل داره یا دیگه داره یک هست مثلا خب غیر قانونی هست صدفلاین اینا که هست بند هستن. متونم لحظه اصلا خودم شخصا به خود مثلا خبر نداشتم. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي د دې قضیې په تړاو 10 تن نیول شوي. دوسیه یې بشپړه سوې او د لا زیاتو قانوني اجرااتو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. دا داسې موضوع وه د صدفلاین په نوم باندې یو شرکت د کابل په ښار کې فعالیت پیدا کړی و. دوی به داسې کول چې خپل خلق یې درلودله هغو ته به یې ویل چې تاسې خلق راجلبوئ څومره کسان چې راجلبوئ موږ هغونه امتیاز تاسې ته درکوو. بیا به دوی خلقو ته ویل چې تاسې موږ ته پیسې راکوئ موږ به تاسې ته داسې د کار زمینه برابره کړو داسې به وکړو. خو هغه په حقیقت کې هیڅ شی نه وه. نو بیا مجاهدینو عملیات ورباندې شروع کړل. الحمدلله دا خنثی سوله د دې شرکت چې کوم پلان و کوم د فریب نه ډک پلان چې دوی جوړ کړي و هغه خنثی سو او گرفتاره سوله. بیا د دې ریاست کې بندیان ورسره د شرعي فیصلې یا حکم لپاره مو مربوطه محکمې ته واستول چې په دې جریان کې د ډیرو خلکو څخه پیسې اخیستې وې. د چا څخه 80,000 افغانۍ د چا څخه 1,80,000 د چا څخه 1.5 لک افغانۍ
د ډیرو مختلفو خلکو څخه مختلفې پیسې اخیستې وې.